خب امروز قراره کنار هنرجوهای آموزشگاه طراحی میوه رو داشته باشیم. همونطور که می‌بینیم من قراره یک بادمجون رو طراحی کنم، اما برای طراحی میوه ها برای ساده ترین راهکاری که میتونید انجام بدین اون میوه رو به ساده ترین شکل هندسی تبدیلش کنید. میوه های گردو میتونید به مربع ساده سازی کنید، آناناس رو میتونید به مستطیل اندازه گیری کنید، سادهش کنید. خب همونطور که میبینید من میخوام این بادمجون رو طراحی کنم. بادمجون برای ساده کردنش میتونم تبدیلش کنم به یک مستطیل. خطوط طولی مستطیل رو رسم میکنم، میرم که طراحی رو روی کاغذ انجام بدم. همونطور که میبینید من مدادی که دارم استفاده میکنم مدادهای سری اچ هستش که توی کلیپ های قبلم توضیحشو داده بودم. این مدادها چون کم رنگ تر هستن امکان اصلاح اشتباهات راحت تر هستش. خب طراحی رو انجام میدم. قسمت سطح مقطع بادمجون بزرگتر هستش، کلاهک کوچیکتر هستش. همه جزئیات رو انجام میدم. قسمت کلاهک و طراحیش رو انجام میدم، قسمت چوبه رو و خب ادامه میدیم. اگه تا الان کانال منو سابسکرایب نکردی خوشحال میشم این کار رو انجام بدی و در کنار من باشی، چون هر هفته کلی آموزش های جدید خواهیم داشت. خطوط اضافه رو پاک میکنم، میریم که کار سایه پردازی رو شروع کنیم. همونطور که میبینید کلاهک قسمت برجسته تری از میوه رو داره، پس من باید کنتراست این قسمت رو رعایت کنم. کنتراست در زبان ساده یعنی تضاد بین تیرگی ها و روشنی ها. هرچی تو طرحهایی که با سیاه قلم یعنی با مداد کار میکنید بتونید کنتراست رو رعایت کنید و این نکته رو در نظر داشته باشین، طرحهاتون زیباتر و جذابتر میشه. همونطور که شما دارید میبینید من مناطق نور رو کاملا روشن گذاشتم و سایه پردازیمو ادامه میدم. این نکته رو در نظر داشته باشین که درسته بادمجون براق هستش، اما هیچ وقت به این معنا نیست که شما برای سایه زدنش بیاین از محوکن استفاده کنید. این یه اشتباه هست. شما باید با خطوط رفت و برگشتی به صورت کاملا یک دست سطح بادمجون رو بپوشونید، اما مناطقی که نور داره رو در نظر داشته باشین و اون مناطق رو روشن‌تر بذارین. همونطور که شما میبینید من دارم نور این قسمت رو کاملا میذارم، قسمتی که پایینش نور گرفته رو دارم رعایت میکنم. قسمت های کناره بادمجون رو من میتونم از نوک B6 استفاده کنم، به خاطر اینکه به صورت سایه پردازی من به صورت ریشه ریشه بیرون نره که از انسجام کارم به هم ریخته باشه. در قسمت سطح مقطع بادمجون چون حالت گردتری داره، خطوطی که من دارم میزنم، حرکت دست منو ببینید، به این صورت من دارم این سطح مقطع بادمجون رو سایه پردازیشو انجام میدم. قسمت پایین بادمجون یه نور داره، اون نور رو در نظر گرفتم، لبه ها رو رعایت کردم، تیزی لبه ها رو سعی میکنم درست انجام بدم. این حرکت دست من برای اینه که کاملا دارم همپوشانی لایه های مشکی که گذاشتم و رعایت میکنم که یک سطح کاملا یک دست داشته باشم. اگه جایی به نظرم خب بریم ادامه بدیم با سایه پردازی کلاهک بادمجون. کلاهک بادمجون چون برجسته تر هست پس نور بیشتری گرفته و نباید کاملا تیره بشه. به صورت خطی قسمت هایی که برجسته تر هست و من از نوک B6 استفاده می کنم و بقیه رو به صورت خطی یه سری خطی توی این کلاهک بادمجون دارم میذارم. سعی میکنم کنتراست رو رعایت کنم، جایی که برگ تاب خورده، جایی که چوبه وصل شده به کلاهک، همه این جزئیات رو سعی میکنم رعایت کنم. حتما یه کاغذ زیر دستتون داشته باشید چون باعث میشه که از کثیف شدن کارتون جلوگیری میکنه. قسمت چوبه که وصل میشه به کلاهک رو سعی میکنم اون قسمت شکستی که تو دل چوبه است رو رعایت کنم، کنتراستشو. خب طراحی بادمجون ما تموم شد. امیدوارم که از این آموزش راضی بوده باشین، خب مفید بوده براتون. خوشحال میشم که حمایت کنید. انشالله در کلیپ بعدی در مورد سایه زدن شیشه با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. ممنونم.